انتظاریای شما چی است امسال؟ میخواهید پرزیدنت بیشتر درباره چی صحبت کند؟ در همه مملکت‌ها مشکلی‌ها در سمت‌های گوناگون موجود هستند. البته عجب اینه که جمهوری ما هم از مشکلی‌ها عاری نباشد. گپ می‌زدن که مقصد همی تاجیک‌ها را چی نمی‌کردن. از غم شده ایسان دپورت کرده ایسان. مقصد باید آبادی می‌شد. مقصد مو خوابگاه و مقصد سومش و باشه یا که امی استپندی‌ها را زیاد کنن آیلی همه طرفه. معلومات ندارم. در دولت کار نکرده است. این انتظاریای شما چی است؟ میخواهید پرزیدنت بیشتر درباره چی صحبت کند؟ نمیتونم فکر کنم. بیشتر برای مهاجران کارش که همینجا کار کنن. نره مهاجرت. اینا رفتیم اومدیم با رفتن در کار. حرکت ها همینجا کار کنیم بهتر میشه. پنسای کم میگیرم میخواهم که پنسام کلانتر شود یا داروهای ارزان تر کنن.